اخلاقتان کی را بگردانین؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت میگفت؟ نه، لعان نبود. فحش میگفت؟ فحاش نبود. دشنام میداد؟ دشنام نمیداد. این حال مادر ما ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاقش قرآن عظیم الشان بود، مطابق قرآن اخلاق داشت. بزلگوی، فکایی گوی، رشخندی کننده، الفاظ زشت گوینده، تبسم میکرد اما تبسم بسیار با اخلاقی، خنده میکرد خنده بسیار با شفقت، روی طفل خود بوسه میکرد اما کت کلانا رو بوسی نمیکرد. متوجه هستید؟ با اطفال شفقت است اما با کلانا نیست. متوجه هستید؟ و چی هست؟ و میگه و ام المؤمنین مادر ما و شما بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت کسی را لط نکرده بود. یعنی من که خانمش هستم، مرا هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم لط نکرده بود. بی بی فاطمه که دخترش بود لط نکرده بود. و حتی غلامش که انس رضی الله عنه بود اما غلام خدا هم لط نکرده بود. پس این مردهایی که مثلا میگه فلانی مرد دست خانم خودش شکستانده، فلانی مرد پای خانم خودش شکستانده، فلانی مرد خانم خودت رو لط کرده که چاپای قمچینش در وجود از او باقی مانده، یا امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، یا اخلاق نبوی ندارن در منزل خود. کت بک زده بینی از او را خون کرده، این اخلاق نبوی نداره، این دروغ میگن. ولو که ریش خدا 1 متر بانه، ولو که لنگی خدا 16 متر بزنه، ولو که کل قرآن هم حفظ کرده باشه، لکن این اخلاق نبوی نداره. چون مادر ما و شما که بی بی عایشه صدیقه هست، برای ما و شما میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کس را لط نکرده بود. و انس رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاقش برای ما و شما توصیف میکنه. میگه یک روز برای من گفت که انس برو فلانی پس یک کار مرا روان کرد. میگه من گفتم صحیح است. برآمدم از خانه بیرون که برآمدم که یک میدان سپورتی هست. وقت در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ورزش ها وجود داشت، سپورت های مشروع وجود داشت، سپورت های مثل امروز واره که کشتی کج است و یک تا چاق آدم بیارن بازو دیگر چپه کنه و بازش چپه، این بد اخلاقی نبود، لکن رمایه بود، تیرزنی، رکوب الخیل بود، آب بازی بود، اینی چیزای سپورت های خوبش وجود داشت. این انس رضی الله عنه بچه جوان است، نوجوان سنش خورده است، ایمه و بیا تو اینجا ایناله چی میگه؟ میگه وقتی که جوانایی که همسنای از اینا هستن چی رو خوش دارن؟ سپورت زیاد خوش دارن. میگه وقتی که من رفتم بیرون که میدان سپورتی است، سپورت خوشم آمد و طرف امی چی سر میکنم، طرف همو مسابقه و ترا سر میکنم، دست سر شانه می آمد، میگه استاد میگه سر کردم پشت سر این طرف سر کردم که دیدم کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله میگه برای من چی گفت که انس جان، انس اگر ترس از الله نمی بود کتینی مسواک تره میزد. سعی کنین اخلاق. یعنی مسواک اگر مثلا امیر کت مسواک بزنه یوگار میشه، اما میگه از ترس الله تره حتی کتی چی نمیزد؟ کت مسواک هم تره نمیزد. یعنی کتی چیزی که حتی کتی مسواک حال که اگه بزنیش اوگار میشه که مسواک اوگار. گفت من از ترس الله تره که از این مسواک هم نمیزنم. یعنی این منتها بفرمایید، این منتها اخلاق چی رو نشان میده برای ما و شما؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حال یک نفر که اگر یک زیر دست داشته باشه یا یک مزدور داشته باشه یا کسی که در خانهش کار میکنه و او رو به یک کار روان بکنه و او بیرون رفته باشه، خدا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر وقت منتظر مانده، خود روان کرده برو فلانی چیز، او دیگه انس رفته قرار در مسابقه دیگه قرار استاد است. خدا هم چقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر به اندازه منتظر شده که بالاخره خود چی شده؟ از خانه پایین شده و رفت اونجا و سهل میکنه که انس در قرار استاد چی میکنه؟ یعنی به اندازه صبر و شکیبایی و اخلاق داره رسول الله صلی الله علیه و سلم. سبحان الله که اگر ما و شما بتونیم این اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدا برای کافر اگر چی کنین شما معرفی کنین، اما کافر مسلمان میشه. کافرها رسول الله صلی الله علیه و غلط معرفی میکنن برای مردم، غلط معرفی میکنن که مردم مسلمان نشن. اما مسلمان ها که هستن یا چی هستن؟ هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و اول خودشان نشناختن و باز برای مردم درست معرفی کرده نمیتونه. که یک کافر مسلمان ملاقات میکنه، این کافر چی هستن؟ از این اخلاق بد مسلمان از اسلام متنفر میشه. ما یک وقتی در شمال افریقا یک جای رفتیم،
یک خانم فیلیپینی برای ما نان کرد و وقت من معسل هستم و وقتهای جوانیم است، در پانتون درس میخونم. یک خانم فیلیپینی ما را میمان کرد. خانم است تقریبا 60 ساله، خانم است 60 ساله 65 ساله، حتی از این پیری همین پشتکشون کمکی به تو کپ شدن، لکن خانم بسیار فهمیده و هوشیار است. در سر دسترخوان شیشتیم کلگی نان میخوردن. خود چون جوانه هستن من دیدم که اگر این خانم عالمه برای اسلام دعوت بکنم، این کسایی که همراه هستن این جوانا مذاق میکنن، دعوت نمیفهمن، داعی نیستن، دعوتگر نیستن، شاید این چیز بگن که چیز شود. خب ما این خانمم عادت داشت آیسته نان میخورد. من هم قصدن امین نان چی کردم، آیسته ساختم، خود دیگران خوردن و کلگی رفتن برآمدن، ما وزید دمی سر میز ماندیم. من بر از این خانم گفتم که مادام، گفت دمی سر نان خوردن، گفت یس. گفتم shall I call you to Islam؟ آیا من میتونم شما را دعوت بکنم به اسلام؟ کال در زبان انگلیسی CALL دعوت کردن میگه. با من پانتون رک میخواندم به نام اسلامی کال کالج میخواندم. اسلامی کال کالج یعنی کلیت دعوت الاسلامیه. من گفتم shall I call you to Islam؟ من میتونم تو را به اسلام دعوت بکنم؟ خانم تو چرت زد، گفت که اسلام. گفتم یس. گفت کدام اسلام؟ گفتم اسلام در اسلام قرآن. گفت من یک چیز دارم. گفت من یک گپ دارم و او گپ من است، همین درایوری که من دارم که دموجه بود، گفت درایور من محمد نام داره، عربی بود لیبیایی بود. خوب فکرتان باشه. گفت این درایور من عرب هم است و محمد هم نام داره و لیبیایی هست. مشناسی من چون اون را مشناسم. گفت he drinks every day a bottle of vodka. گفت هر روز یک بوتل ودکا میخوره، شراب میخوره و گلاس پر میکنه هم تو شراب. گفت میخوره و ما بسیاری وقتا برش میگم که محمد don't kill me، وقتی که مرا نکش، وقتی به دریوری که درایو میایی don't drink when you want to drive، وقتی که تو دریوری میکنی شراب نخو. میگه هیچ قبول نمیکنه. حالا اگر امی درایور من اگر این مسلمان است، من اسلام قبول ندارم. باز امی دریور ما که اگر وقت گپ سر اسلام بیای، باز کلامکاری میکنه که ما مسلمان هستیم، که شما بیدین هستین، شما کافر هستین، شما کریستیان هستین، شما بت پرست هستین، شما فلان. اگر ای با اینمی اخلاقی که داره، اگر ای کافر است، برای من یک اسلام دیگه که اخلاقی باشه او رو برای من معرفی کنم، من مسلمان میشم. اما اگر محمد مسلمان است، ای دریور من برای من اسلام قبول نداره، چرا که هیچ اخلاق ندارن، جنگی میکنه. خب طبعا یک نفر که در وقت دریوری شراب بخوره طبعا چی میکنه؟ وقتی که یک جای تصادم کنه جنگ میکنه و گپ زدن خدا نمیفهمه و اخلاق نداره، این نداره این کلشه. بنابراین اینمی دریور مسلمان عزیز سبب شده بود که امی خانم 65 ساله اسلام قبول نکنه. این تاسف است که بسیاری وقتا عمل کرده بد اخلاقی مسلمان مانع مسلمان شدن دیگران میشه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. ابراهیم علیه السلام دعا میکرد که پروردگارا ما را فتنه برای کافران نگردانی که کافر اخلاق بد مرا ببینه و ایشی شوه از اسلام متنفر شوه. متوجه شدین؟ یعنی بس از این خاطر بسیاری اوقات ما و شما میبینیم که بسیاری از کسایی که مثلا علمای بزرگی که بودن، مردم حتی با اساس اونم اخلاق از اونا چی میشدن؟ مسلمان میشدن. با اساس اخلاق از اونا مسلمان میشدن. حتی امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه را میگه آنقدر ای با اخلاق بود. الو خو امام صاحب با اخلاق بود، ولی کسایی که ما و شما که میگیم که والا ما پیرو سلف صالح هستیم، پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم، پیرو امام شافعی هستیم، اونا مشکل اخلاقی نداشتن. اونا حتی اخلاق امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه در مقابل احادیث رسول الله صلی الله علیه و چه قسم بود؟ میگه اذا صح الحديث فهو مذهبی. چرا امام صاحب گپ میزن؟ به خاطر که امام صاحب به احادیث رسول الله صلی الله علیه و که وحی است، وحی خفی است و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. او میگه که اینمی وحی خفی که است، اینمی احادیث مذهب ما هست. معنیش چی است؟ که ما اجتهاد میکنم، اگر کدام وقت اجتهاد ما در مقابل اجتهادی که مزامت کشیدیم در مقابل همین اجتهاد ما شما حدیث صحیح بفین، اینجا اجتهاد ما هست، اینجا حدیث صحیح هست.
آل تو که پیروی مرا میکنی چی است؟ آل کدامش قبول بکن؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. وقتی که حدیث صحیح بود او مذهب ما هست. چرا؟ او چی داشت؟ یک ادب خاصی به چی داشت؟ به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. همسایه امام صاحب میگن یک یهودی بود و او هر وقت امو طرف اولی ازی امو نل آب خدا چیز کرده بود که آبای کثیف از امو نل میامد. میگه امام صاحب یک دانه کوزه را پیدا کرد اموجه میمون و یهودی هر روز کوه خالی میکرد. امام صاحب میرفت هم کوزک پر میشد در بیرون یک جای گوشه خالیش میکرد. دیگر رو سال میکنه. میگه که امام صاحب در مقابل ازی که یهودی که همسایش یهود است، میگه وقتی که پرسانش میکنه که چطور هستی، خوب هستی؟ میگه آب که اونجا میگه هیچ، من کوزه که سال میکنه از کلکین که کوزه را مونده خودش میره خالی میکنه. بعد از میگه یهودی ورش میگه که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، که شما اینقدر با اخلاق هستین که شما چی میکنین که شما حتی همسایه‌تان که یهود است او را هم شما اذیت نمیکنین. وقتی که من میخوایم اذیت و مزیریت کنم در مقابل مزیریت من حرف زشت یا دشنام یا جنگ نکردی. حال شما دو تا مسلمان هستن، یک مسلمان اشتباه کرد، یک لاش بیل برفش رخانه از او خطا خورد، او صاحب قیامت برپا میشه و جنگ است و بیابی است و چنگوی هست و از طرف میده و چه پس به خاطر آخر نهایت پرسان کنین چرا جنگ کردین؟ به خاطر یک بیل یا یک لاش بیل چی؟ همین برف یا یک تفلک خوردت مثلا اشتباه کرده اما کثافات آورده دادن دروازه همسایه‌ت انداخته. یک دفعه همسایه که خوب دیندار است و خوب مسلمان است و خوب آدم خوب میگیره، یک دفعه میسه بیابت میکنه. برش میگه والا صاحب تشکر از این دوایت، از این دشنامات، زنده باشی، خانه آباد. چرا یعنی همین دشنامات این الفاظ غیر اکادمیک و الفاظ کوچه‌ای نثار ما صاحب کردیم چی اشتباه کرده بودیم؟ گفت که باز میگه که یکی کثافات. خب خیر است اون دخترک مخورترک از بیچاره چی هست ضعیف است نمیفهمه دیگه، ببخشین خیر است من پاکش میکنم. اما آلو خود اما کار خدا کرد اینا